سلام، وقتتون بخیر باشه. با معرفی موتور پرده هوشمند زیبی برند سونوف در خدمتتون هستیم. این موتور پرده به صورت خیلی راحت و آسون اجازه میده که بسیاری از مدل‌های پرده ها رو ما بتونیم کنترل داشته باشیم و به راحتی اونا رو به سیستم هوشمند اضافه کنیم. قابلیت اصلی که داره این هستش که شما روی اپ ایویلینک بهش دسترسی دارید. منوال کنترل داره، یعنی شما صرفاً وابسته به اپلیکیشن نیستیم. همچنین شما میتونید مچش کنید با سایر دستگاهی که توی رنج محصولات سونوف هستن، به خصوص روی رنج زیبی که روی باکس هم به بعضی از سناریوهاش اشاره شده. مثلا شما میتونید با وایرلس سویچ استفادهش کنید یا با دوربین کم استیم استفادهش کنید که در صورت دیتکت موشن پرده رو باز یا بسته کنه و سناریویی که شما میخواید ران کنه. و همچنین با وایرلس سویچ شما یا مثلا دور و ویندو سنسور شما میتونید تعریف کنید سناریوی مختلفی که در صورت باز و بسته شدن پنجره یا در صورت فشار دادن دکمه سناریو شما بتونید کنترل روی این موتور پرده داشته باشید. همونطور که داخل بسته‌بندی رو مشاهده می‌کنید، یک ویدیو توتوریالی اعلام شده که حتما وجود داره برای نصبش و شما باید قبل از نصب اون رو ببینید که حالا ما هم در یک ویدیو نصبش رو کامل توضیح میدیم. داخل بسته‌بندی یک ریموت کنترل قرار گرفته. با استفاده از ریموت کنترل شما میتونید موتور پرده رو کنترل کنید. این ریموت میتونه دستی استفاده بشه و میتونه روی پایه نصب بشه در هر فضایی که خواستیم و کنترل باز و بسته و استاپ پرده رو داره. الان پرده خاموش هستش، ما میتونیم روشن کنیم و همونطور که میبینیم در عمل اون رو ببینیم و با فشار دادن دکمه با علامت وایرلس هم شما میتونید اون رو روی مود پیرینگ ببرید داخل اپلیکیشن ادش کنید. زیر این ریموت دو تا براکت سی شیپ وجود داره که در طرفین پرده نصب خواهد شد. همچنین موتور نصب میشه به همراه این ریل که حالا بهش ریل گفته میشه که نخ کنترل پرده هستش و بعد شما با استفاده از این کلمپ نقطه وسط پرده یا نقطه کناری پرده رو مشخص میکنید که تعریف میکنه که پرده در چه بازه‌ای باید کنترل بشه و حرکت کنه و این وایس موتور در سمت مقابل موتور نصب میشه و شما میتونید در واقع کنترل داشته باشید. خود موتور داخلش باتری هستش و با استفاده از یک کابل تایپ سی پاور میشه و شارژ میشه، اما خب میتونید به عنوان تغذیه ازش استفاده کنید و فقط در مواقع اضطراری در صورتی که برق نباشه میتونه روی باتری برای شما عملکرد رو داشته باشه که شما بتونید همچنان پرده رو کنترل کنید و همچنین کنترل دستی هم برای شما امکان پذیره. تمام مراحلی که برای نصبش بنده گفتم و خب در ویدیوی جداگانه هم خواهیم دید توی منوالش ذکر شده. همونطور که میبینین براکت های سی شیپ نصبشون در طرفین پرده، نصب ریل، نصب موتور در سمت حالا چپ معمولا، نصب وایس موتور در سمت راست، نصب کلمپ در نقطه‌ای که شما میخواید کنترل داشته باشید. اول باید نخ رو تنظیم بکنید با استفاده از تبدیل اینجا که دکمه پوش داره و خلاصی داره در واقع و بعد کلمپ رو در نقطه وسط یا نقطه‌ای که میخواید اونجا پرده تا اونجا کنترل بشه یا اینکه کلا پرده مثلا کنار رو باشه میتونید تعریفش بکنید و در واقع ازش بهره برداری کنید. ادش هم به داخل اپلیکیشن ایویلینک به راحتی انجام میشه توسط دکمه پیرینگی که عرض کردم.